برادری که ما به شما کردیم، مهربانی که ما به شما کردیم، دوستی که ما به شما کردیم، شما خیلی ناعادلانه، بی انصافانه معامله کردید. من در بین همه، من بار دیگر میگم، من چقدر برادران صادقین و با ادب و مخلصین از افغانستان دارم، اما افسوس که این یک چند جوانی که 4-5 روز برآمد، انا همین جوان ها را من خاص میگم، این برادرای صادقین من، برادران من هستند. الله این برادران من حفظ بکند، الله برکتشون بدهد. انا همین 4-5 بی ادبی که افغان های امریکایی و ترکی و جرمنی هستند، ما به اینها دیگر صحبت نمیکنیم. شما دین دوست دارید، شما خیلی سوال کننده اید، روید به علمای خودتون، به همون علمایی که منطقه شما را خوب میدانند، حالت شما را خوب میدانند، وضعیت حالت شما را خوب میدانند، به همونها گپ زنید. من دیگر چیکار بکنم؟ من به دیگر، به شمای بی ادب، بی فرهنگ، بی مدنیت، کسایی که نه صحبت کردن به میگذارید، نه صحبت انسان به خوبی فهمیدن میخواهید، مقصد شما بد باشد، من چیکار کنم؟ یکی از اونها به من نوشته است که من چند وقت پیش، یعنی چند سال، همون در اول من میدونستم که تو یگان مشکلی داری، من همون پاییده ایستاده بودم که کی همون روز می آید که تو را ما گمراهیت رو میفهمیم. برادر عزیزم، انتظار شدن کفر یک نفر مگر کفر نیست. رو از شیخت سوال کن، رو از کدام ملا نباشد سوال کن. حتی اهل بدعت به این قائل است که انتظار شدن کفر یک نفر کفر است. بعض این بچه ها به من نوشتن که از همون افغانستان ما کی ها بود که انتظار بودیم که بفهمیم که یعنی تو کی انا همچنین حادثه به گرفتار میشه. اگر موحدین در حق طالب علم دعا نکنن که الله این موحد، این طالب علم در حق دار، اینا از لغزش ها دور کن. اگر انا همین مسلمان ها عالمش، طالب علمش دفاع نکند، البته کفر این عالم و این طالب علم نابود میکند، میکشد یا استفاده میبرد. البته وقتی که شما علما را خودتون به دست خود کشتنی هستید، شما وقتی که علمایتون احترام ندارید، به مانند یک سگ معامله میکنید، یهود و نصارا به چی ببو فریاد میکشید؟ رافضه به چی فریاد میکشید که علمای اهل سنت قتل میکند؟ شما هم در مسئله فروعات یک جاهل حکم قتل برآورده است. من به کدام شما صحبت بکنم؟ صحبت من از این روز عبارت به شما بس است. به برادران موحدی با ادب صادقی به فهم علمداری که هستند، از برادران بهترین افغانستان، همیشه ما در خدمت، در پهلوی اونها در پهلوی ما هستند. اما از بیادبان تاجیکستانی و از بیادبان تاجیکی یا نمیدونم غیر تاجیک افغانستانی ما کار بس میکنیم. البته این سخن من کیها به تاجیکا گفته بودم، با نگوین که یک باره خونچه‌تون فیسبوک به جمع شده نگوین که این افغان ها را این کرد. نه، من به تاجیکا کیها گفته بودم که ما به تاجیکستانی بی ادبی که می برای دو سخن فهمیدن نمیخواهد، دشنام کردن میگیرد، تحقیر کردن میگیرد، ما سخن بس کردیم. ما یک چند سال شد سخن بس کردیم، لیکن بعضن من باب عدل و انصاف فرصت میدادیم که کنی ببینیم شاید کمی ادب آموخته باشد. اما وقتی که با بی ادبی میکرد محکم میکردیم. اما به برادرانی که از افغانستان هستند ما همین کار نمیکردیم، هیچ گاه نکردیم. ما فکر کردیم که برادرانی که از افغانستان هستند نسبت به برادرانی که در تاجیکستان هستند علم دارتر هستند. چرا؟ ما از خردی این فکر داریم. ما از همین خردی، از روز تولد همه تاجیکستان همین فکر دارد. تاجیکستان همین فکر دارد. برای همین از افغانستان یک صوفی: ای مردم،
سخن مرا دقت بدهید و به من سمع و گوش داشته باشید. بگوید 10 میلیون تاجیک گریه کرده گوش میکنند، عالم بزرگ افغان گفت. لیکن این بیچاره صوفی طاغوت پرست بودنش نمیفهمد. برای چی؟ برای که من به شما یک چیز خبر بدم برادرانی که از افغانستان هستید. مردم تاجیک که در زیر مستملکه روس 70 سال زندگی کردند، شما آزاد بودید. مردم تاجیک رو وقتی که فرزندان مسلمان رو دو طبقه رو دو سه طبقه رو ملحد کردند، مسجدهایشون رو اعوذ بالله موسرخانه و محکم کردند و این مردم بیدین کردند، مجبور به اهل فطرت گرفتار کردند. شما در افغانستان در حالت آزادی، در حالت جهاد، در حالت علما و مجاهدین بسیار بودن بودید. آزادی و کتاب ها و این اون. برای همین مردم تاجیکستان در حالت مستملکه بودن و در حالت ملحدین اونها رو در کنترل داشتن. آرزو میکردن که روز شود که مثل مسلمان های افغانستان آزاد باشه، مثل مسلمان های افغانستان علما داشته باشه، مثل جوان های افغان آزاد کتاب گرفته خونیم. برای آنکه کتاب قرآن وجود نداشت که قرائت کنیم. زبان ما را، حرف فارسی ما را عوض کردند، خط ما را، نوشتن ما را روسی کردند، لباس ما را عوض کردند، دین ما را بالکل نابود کردند، علمای ما را بردن در سیبیر قتل عام کردند. بعد از اینکه 1990 شد، روس‌ها الله سبحانه و تعالی الحمدلله لعنتشان کرد، لعنتشان بکند، نابودشان بکند، از این منطقه رفتند. تاجیک‌ها کمی نفس کشیدند، کمی نفس آزادی. مردم تاجیک به مانند مردم افغان یک مردم دین دوست است، به مانند مردم افغانستان است. دین دوست، مهمان دوست، خیرخواه. اما بیچاره ها وقتی که از مستملکه روس بیرون شدن بدین، بسیاری اونها بدین بودند. از سبب چی؟ از سبب اینکه 70 سال کفار اونها رو همچنین کرد. علمای صوفی، ما باید در حق علمای صوفی هم عدل، انصاف، رعایت بکنیم. بله علمای صوفی گمراه هستند، الله در بالا بودنش انکار کرده ایستادند، امروز طاغوت را طرفداری میکنند. لیکن همین علمای صوفی کم کم نماز و این اون مردم به تعلیم داده، کم کم حرام بودن بعضی چیزها را تعلیم دادند. اگرچه خودشون شرک و کفر دارند، لیکن نام اسلام کم کمی به مردم فهمانیدن. جوانهای تاجیک به تعلیم گرفته رفتند، به مانند من دیگر جوانها هزارها نفر به تعلیم گرفته رفتند، تعلیم گرفته اومدند. تا انا همین روز من هم یکی از همون بچه ها که تعلیم گرفته اومده، به مانند من هزارها. گمانی ما همیشه در حق مسلمانان افغانستان این هست که مسلمانان افغانستان از ما 50 سال پیش هستند یا 100 سال پیش هستند، از نظر علم، از نظر عقیده، از نظر شناخت دشمن، از نظر زیرکی، از نظر به دسیسه و فتنه دشمن داده نشدن، از نظر احترام علما، از نظر حق پرستی، از نظر دفاع حق. هزارها مراتبه از تاجیکستان پیش، 100 سال پیش است. من همچنین فکر میکردیم، امروز بسیاری ها هم همچنین فکر میکرد. اما وقتی که من نظر کردم به افغانستان، از ربانی که در الازهر خونده آمده بود، بسیاری ها به او لقبی گوناگون میگذارند. ربانی، حکومتش و گنرالش، جانشینش و لشکرش، این احمد شاه مسعود، اینها از یک جانب دموکراسی، از جانب دیگر
قبیله تاجیک گرایی والله علم خیلی تاجیک گرایی رو خیلی ملت گرایی رو انمینها به وجود آورد. حتی در تاجیکستان امروز ملت گرایی ها نام احمد شاه رو فهمند شاید گریه کنند. بعد از این دیگر از صوفی های قبوری، بعد از این پشتون ها با همون عقیده صوفیگی خود، بعد از این رافضه ها وجود دارد، بعد از این گوناگون صوفی ها و بعد از این مدخلی ها. لیکن افسوس کی، افسوس صد افسوس کی در این منطقه که چند سال است که جنگ و جهاد میشد. من خطا نکنم، من انیق سالش نمیدونم، گفته نمیتونم، 40 سال بگی 50 سال یا نمیدونم 30 سال، سالی کم نیست. به انگلیس، بعد از این به روس، بعد از این به امریکا، به تمام ناتو، تمامی نیم قرن شما 50 سال شما جنگ است. به مستملکه به اون غاصبان تن ندادید، غاصبان انکار کردید. بله آزادی را، آزادی دینی به این معنا که در زیر توحید زندگی میکنیم، ما مستملکه کفار مشرکین نمیشویم، ما تنها بنده الله میشویم، گفته جنگ کرد. اما میبینیم که بعد از این همه حادثه ها عقیده اهل سنت و الجماعت غریب است، علمای اهل سنت و الجماعت غریب هستند. جوانهای افغان، جوانهای مسلمان افغانستان، من نمیدانم، سببهاش گوناگون است. حالتشون از حالت جوانهایی که در تاجیکستان هستند و 70 سال در زیر مستملکه روس بودن بدتر است. چرا؟ من حیرانم. از نظر فهم، از نظر معامله، از نظر بسیار چیزها بالاخره. سبب در چیست؟ این مشکلی، خیلی مشکلی سخت است. ما فکر میکردیم و من فکر میکردم که روزی که برادرهای افغانستان میفهمند که یک تاجیک بعد از 70 سال مستملکه روس تعلیم گرفته و توحید رو به منهج اهل سنت میرساند، من فکر میکردم که نصرت دهنده من، شاید دفاع کننده من، شاید سبب منتشر کردن توحید انا همین برادرای افغانستان باشند. همین ها شاید روز اگر کسی ما را هجوم بکند، طاغوت و این آن، اینا ما را دفاع میکنند. انا اینا مسلمان واقعی هستند که بسیار تاجیکا از سبب مستملکه شدن بر روس بیخبر ماند. اما افسوس که از همان روزی که جوانهای مسلمان افغانستان فهمیدند که یک نفر به نام ابو محمد مدنی توحید را میگوید، بجز عده کمی از برادران صادقین و موحدین باقی مانده، اکثریت از جانب آذری بودن طعنه میزنند، از جانب صوفی بودنشون ما را طعنه میزنند، یا از جانب اشعری ماتریدی، یا از جانب جماعت طالبی، یا از جانب جماعت به نام انا همین دولت اسلامی یا ایگل و داعش میگویند. بعضی ها نمیفهم. همه به زدن مشغول است. قسمی میگویند، همین به من نوشتند که تو علمای ما را رحم نکردی، به نام موحد به من میگد که تو ابو عبیدالله را رد زدی، مبشر مسلمی را رد زدی، انکنون ما تو را رد میزنیم. گفته به من نوشته است انکنون وقتی شما ما تو را رد میزنیم از نام جماعت ده. من حیران شده تعجب میکنم که این در جماعت ده هست و نیست و این کی، این چی میخواهد، این چی بی عقلی است. مگر من ابو عبیدالله را به خاطر افغانی بودن زدم؟ مبشر مسلمیان را مگر به خاطر آخر افغانی بودن زدم؟ چی ها میگوید؟ از عقل بیگانه نشوید، منهج فراموش نکنید برادر عزیز، منهج فراموش نکنید. بله. ما ابو عبیدالله متوکل رو در اساس عقیده که آذر المشرک بودند، از همه سخت آذر المشرک بودند،
نام شما را تزپرک میگفتند. میدونید نه شما؟ نام شما را تزپرک میگن. تاجیکای آذری ابو عبیدالله را سخناش میگیرد. خیلی که امروز شما منتج میکنید که میسازید سخنهای بعضی از علمایی که پیشتر گفتگان با بالای ما میزنید. آذری ها سخنهای ابو عبیدالله را میگیرد با بالای سری خودتون یا سری ما میزند که تزپرک میگد، یا که ابو عبیدالله میگن که کسی که از جهالت شرک کرد امیدوارم که اجر میگیرد. آخر به خاطر همین ما صحبت کردیم، نه به خاطر اینکه افغانی است. مرا نامم را قومگرا برآوردید، ملتگرا برآوردید. کی برآورد؟ شما برادران افغانستانی برآوردید. والله تا همین روز تمام دشمنان ما در تاجیکستان در همین مسئله مرا برعکس طعنه میزنند که تو منهجی یعنی عمومی، بله منهجی اسلامی رو نمیفهمند، منهجی اسلامی رو عمومی میگن. برعکس چقدر به وحدت و به این و آن شرکی میخواهند که موحدین روند نمیروند. شما برآوردید یک لحظه 2 دقیقه به سخن نفهمیده 4-5 جوان امریکایی و ترکی و فرانسوزی و جرمنی به ما لقب قومگرا گذاشتید. افسوس که معروف راسخ هم نفهمیدن به این چیز رفتن، به فتنه شما کمی داخل شدن بدون تحقیق. قومگرا من هستم یا شما هستید؟ شما میگویید که خط اگر لطف کنیم اجازه بدید. لطف نمیکنیم، ما اینو بی ادبی میدونیم که در وقت سخن ما را ببرید و لطف کنید. چه خیلی لطف بکنید. من سخن کردم مگر پیامبر نگفتند که در وقت سخن یک مسلمان سخنش نبود؟ من شما را وقتی که میگم که بی ادبی است، مخالف سنت است، غضبتون میبرد که ابو محمد خودش بی ادب است. نه، بی ادبی است. شما رفته یک بار وارث منیب به سخنش بریده بینید. عبدالظاهر داعی را سخنشون مثل که سخنی من میبرید بینید. معروف راسخ ببرید. به من معامله که میکنید و آزادانه گپ میزنید رفته به اون علمات نکنید. مرا شما انمی 4-5 جوان در حقیقت قومگرای شما را من از کجا فهمیدم میدونید؟ ببینید من بینم میگه که همین جماعت ده میگه که سخنهای طالبین و علمایی که بیرون از میدان جهاد هستند قبول نیست. اینها زنان ریشدار هستند. میگه ابو محمد مدنی منافقی این و آن اصلا سخنش قبول نیست و کافر است. میگه همین جوانهای تزپرک. بعد از این تزپرک میگه که الله حفظ کند علامه عبدالظاهر داعی معروف راسخ را که همراه ما هستند و فتوای اینها را 100% قبول میکنیم. من در اینجا هیچ گفتنی نیستم که در حق عبدالظاهر داعی معروف راسخ الله حفظشون بکند، عزتشون بکند، برکتشون بکند. من اینجا میخوام قومگرایی شما را بگم که اونها از میدان بیرون هستند، اونها هم مثل ما هستند. چرا ما فتوامون قبول نمیشده است؟ دیگر علمای اهل سنت قبول نمیشده است، لیکن از افغانستان همون ملا و شیخی که از افغانستان از قبیله تو است در میدان نیست، در بیرون است قبول بوده است. انا این قومگرایی میگه. فهمیدی قومگرا کی است؟ قومگرا تو هستی. ابو محمد مدنی وقتی که برآمد و به توحید دعوت کرد تو نوردی که چرا این تاجیک است، چرا از تاجیکستان است، چرا افغان نیست؟ تو قومگرایی هستی. تو افغانی 4-5 جوانی امریکایی و ترکی تو قومگرا هستی. من میگه که این میخواد که آبروی مشایخ اهلی همین تزپرکای جاهلکو میگه که این ابو محمد مدنی میخواد که آبروی عبدالظاهر داعی و معروف راسخ برد. اولا عزت در دست الله است. این سخن کسی که میگه احمق است، حال آبرو از جانب کی بودن ندونست. بعد از این من میگم که شیخ معروف راسخ عبدالظاهر داعی حفظهم الله نفع الله بعلمه. من از این زیاد با چی گویم؟ من چی گویم؟ بعضی وقت می شود که من بعضی سخنهای اونها را
به فهم خطا میفهمم و عجله میکنم و این مشایخ و استادان در حق من به آداب و اخلاق گاو زدن و بعضی حالت میشد که اونها به مانند شیخ معروف راسخ کمی سخن مرا دیگر فهمیدند و صحبت کردند، من صحبت کردم. این اختلاف عادی مسائل من هم میدانم، معروف راسخ هم، عبدالظاهر داعی هم حفظهم الله میدانند که در بعضی حالت دیگران بخبر خطا فهمیدن و ممکن است به هم دیگر جواب دادن من ممکن است، مقصد ما را مقصد بیان کردن ممکن است، لیکن در عموم ما هم دیگری رو احترام میکنیم. و من شخصا انا همین روز به سخنهای شیخ معروف راسخ جواب گفتم. جواب رد نه، تکفیر نه، طعنه نه، تحقیر نه. جواب شیخ سخن خطا فهمیدند و از من طلب کردند که رجوع کند یا مقصدش بیان کند. من هم بر اومده بیان کردم و در درون سخنم حفظه الله گفت. من چی بگویم؟ من بگویم که شیخ من عبدالظاهر داعی معروف راسخ است، بگم اگر من در نزد ایشون تعلیم گرفته باشم شیخ هم میگم، لیکن تعلیم نگرفتم آخر. من اینها رو مشایخ، علما و طالب علمان اهل سنت و الجماعت میگم. برای چی من بعضی طالب علم میگم بعضی ها غضب میکنن؟ من اینها رو نه خودم هم طالب علم میگم، برای اینکه ما وقتی که علما میگیم بعضی ها میگن که اینها متکبر است، میگن عالم گفته این گفته اون گفته. والله یک موحدی همین کم آموخته از توحید لیکن با خبر از اصول دین در بین مشرکین، در بین اهل بدعت عالم است. فراموش نکنید این علما رو ما حفظهم الله میگیم، در حقشون از عقب سخن دروغ نمیگوییم. چیزی که هست آشکار نمید بین ما، نمید چیزی که بودگی نمیخواد است. و ان شاء الله امیدوار هستیم که الله سبحانه و تعالی به واسطه این مشایخ و دیگر برادران صادقین و موحدین و این چنین شب روز از الله طلب میکنم که به واسطه من هم مرا هم الله خدمت کننده دینش قبول کند، از این راه خدمت بیرون نکند. ان شاء الله به واسطه ما بسیار اصلاحات به وجود می آید. این زد و خوردها، این کشمکش ها، این جگرسوزی ها این بیفایده نیست برادرم، اصلاحات به وجود می آید. من الله را 1000 مرتبه شکر میکنم که یک کلمه من نمیدونم چرا جوش و خروش و خیلی هم تلاش و ترتیش به وجود میاره. حالا که غیر از من دیگر برادرها، دیگر علما از منم سخنهای وزمینتر بحث میزنن یا بعضی سخنهای سختتر میزنن یا بعضی تحلیلهای عجیب و غریب میکنن، الله حفظش کنه. یا علمای اهل سنت، طالب علم اهل سنت عیناً همین سخن من میگویند، برای اینکه دین ما یک دین است، منهج ما یک منهج است. لیکن از درون همین سخنهای همه علما یا همه طالب علم سخن من در زیر نظارت و در زیر تحقیقات و در زیر سنجش و در زیر یا درست فهمی و خطا فهمی سخن من سبب این اون میشه. چرا؟ البته منم احمق نیستم، منم فکر میکنم، منم گشته و برگشته منهجم میبینم، منم کتابهام میبینم، علمام میبینم، من حتی به مشایخ زنگ زده میپرسم. من همین روزها به مشایخ علمای اهل سنتی که هستن زنگ زده نوشته میپرسم که انا خیلی حادثه، انا این دلیلی من، انا این عقیده من، شیخ انا این تو کدام کتاب ها را چی میگویی؟ انا این خالد الفلایی بودن، شیخ رو محکم کردن. حاضر یک دوستی مشایخ دیگر هستن که شرط نیست که نامش بگیریم، حتی امروز کفار مشرکین از چه ایستاده اونها را محکم کننده هستند. بالاخره من فکر کردم به خلاصه اومدم که شاید این یک رحمت الله باشه. ما گمانمون رو باید نکنیم. شاید رحمت الله باشد که سخنی بنده تاثیر بخش شاید باشد یا زود رسنده باشد. شما فقط این حادثه مسکو نگیرید، مسئله اسماء و صفات با تو ما دعوت کردن چند طالب علم ها در تاجیکستان بودن که الله در بالا بودنش بیان میکردن، به صوفی ها بحث و مناظره میکردن. این فقط من نکردم، این من پیدا نکردم، این چیز بود، لیکن هیچ کس اهمیت نمیداد به همین چیز. الحمدلله وقتی که یک مرتبه ما در مسئله الله در بالا عرش بودن و در این مسئله صحبت کردیم غیاغو
الحمدلله 90% تاجیک‌ها مسلمان‌های تاجیکستان قبول کردن که الله در بالای عرش است. سبب چیست؟ من همینقدر فکر کردم که گفتم گوش کردم دعوت همون جوان‌های پیش از خودم او جوان‌ها نصف دعوت میکنن، نصف دیگریش نمیکنن. برادر عزیزم اینجا 265 یا 63 نفر است. اگر من دروغ گفته باشم برای سبب کشمکش‌هایی که به ما زیاد میشود همین است که دعوتگرا طالب علم‌ها نصف سخن میگویند، نصف سخن نمیگویند. یک، یا که عمومی میگویند و عمیق و دقیق نمیگن. دو، یا مسئله میگویند و حکمش نمیگن. من دیده برآمدم که در باب اسماء و صفات جوانهای تاجیک مسلمان تاجیکستانی طالب علمانی که در این مسئله بحث و مناظره و کتاب و این اون میکردن، الله در بالای عرش است میگفتن، اما نمیگفتن دوامش رو که کسی که در بالا بودن الله را انکار کند کافر میشود. من سخن سلف نمیگفتم. آذری ها پیش از ما آذری ها این سخن یک چند بار گفتگی. آذری فقط میگه که الله در بالای عرش است، اما آذری بگویی که اگر یک نفر گوید که الله در بالای عرش نیست، الله در همه جا است، اعوذ بالله الله در حمام و حاجت خانه هم هست، آذری میگه که نه این مسئله هیچ گپ نیست. برای همین دعوت اون نمیره. همان دعوت تاثیر میکند، همان دعوت منتشر میشود که نزدیک به منهج رسول الله باشد. برای همین من طلب میکنم از طالب علم و علما که بیاید روی خاطر کردن پدرمون مادرمون، روی خاطر کردن قوممون حکومتمون، روی خاطر کردن خیش و تبارمون، روی خاطر کردن من نمیدونم مردم گرد اطراف جوانهای خونسرد و یا که جوانهای خونگرم و تیزپرک ها، روی خاطر کردن جماعت و حزب، روی خاطر کردن مجاهدین و بقوت و بیقوت ترک کنیم. همون چیزی که در دین ما آمده است، قرآن، سنت، فهم سلف این امت بگوید. الله شما را ترک نمیکند ای طالب علم. الله شما را هرگز ترک نمیکند. الله سبحانه و تعالی گفت ان تنصروا الله ینصرکم. الله نصرت دین الله نصرت الله تو را نصرت می‌کند. شرط نصرت الله به تو این است که تو اول نصرت بدهی. مشکل این است که بسیار علما و طالب علمان ما نصرت الله را انتظار هستند پیش از این که خودشان دین الله را نصرت بدهند. مشکلشان همین است که شرطی که الله گذاشت به جا نمیارند. الله تو را ای عالم و طالب علم موحد به شرط نصرتت میدهد که تو صادقانه دین الله نصرت بدهی. وظیفه طالب علم علما صادقانه نصرت دادن چی است؟ حق بگو، از همه جانبش بگو. یک قسمش گفته یک قسم دیگرش خاموشی نکن، روی خاطر قومت جماعتت نکن. مردی من المؤمنین رجال صدقوا ما عهد الله علیه شاذ. تا به حال بسیاری مسائل اصولی را بزرگ طالب علم علمای ما نگفت. الله سبحانه و تعالی گفت و کان حقا علینا نصر المؤمنین. نصرت مؤمنین برای ما واجب است. الله به خودش واجب کرد نصرت مؤمنین موحدین، لیکن به شرطی که تو نصرت بدهی دین الله. اگر علما دین الله صادقانه نصرت بدهند، به سبب علما الله امت مردمان مسلمان عادی را نصرت میدهد. ببینید مردم عامه دین را نصرت دادنشون خیلی خیلی مشکل است. به علم دادن نمیتوانند، یا به جماعت و به این و آن شاید یافته و کفته نتوانند. اما علما اگر دین الله صادقانه نصرت بدهند، البته که به سبب علما الله میلیون ها انسان را نصرت میدهد، یعنی هدایت میکنه، منهج به داخل میکنه. علما باید فدای این منهج شود. منهج فدای علما نشود. منهج فدای جماعت نشود. منهج فدای القاعده و انصار الله و طالبان و خطشه و دولت الاسلامی اینا نشود، بلکه این جماعت ها فدای منهج شود. این جماعت ها باید سمعنا و اطعنا از منهج کنند. همین چیزه کی میرسونه؟ همین چیزه کی زنده میکنه؟ همین منهجه. علما طالب علما.
اگر طالب علم علما مصلحه و مفسده گفته حقا گفت شینن، عاقبت همین حادثه افغانستان 40 سال جنگ، روس شکست دادیم، افغان ها البته غیر مسلمان هاش هم هست که خیلی که در تاجیکستان است خیلی فخر میکنن که ما روس شکست دادیم، ما انگلیس شکست دادیم، ما ناتو را شکست دادیم. بله بهترین به خاطر اسلام شکست دادیم. بله بله انکون اثر اسلام عقیده ناب، اون عقیده و فهم و دین اسلامی که الله میخواهد و راضی هست و به جز این دیگر را قبول نمیکرد در سرزمین افغانستان آشکار و واضح وجود دارد. این است مشکل. ما باید برای همین میگویند که هر کاری که میکنی عاقبتش فکر کن. هر کاری که میکنی آیندهش از نظر منهجی، از نظر مصلحه مفسده فکر کن. علما در افغانستان باید همین در وقتهای جنگ، در وقتی که به انگلیس جنگیدید، در وقتی که به روس جنگیدید، وقتی که به نمیدونم آمریکا جنگیدید، علمای اهل سنت 40 سال پیش باید خیلی سخت حرکت میکردن. من نمیگم که نکردن، میکردن. ببینید شیخ دو سه مشایخ در آخر بر آمدن دعوت آشکار کردن چقدر اصلاح به وجود آمد. اگر همچنین دعوت رو علمای بسیار میکردن چی میشد؟ گپ زیاد است. میگن در افغانستان علمای اهل سنت هزارها است میگن بعضی. و من یکی از برادران افغان تیزپرک نوشتم که ای جاهل، در افغانستان صدها علما و علامه های بزرگ اهل سنت است که تو خاک پای اونها نمیشوی. الله اکبر، من خرسند هستم. حفظهم الله. کنی کجان اونها؟ کجاین اونها؟ برایند ما از اونها استفاده ببریم، برایند ما هم در پهلوی اونها باشیم. دوام دارد سخنش، ولی به سبب امنیتی نمیتوانند که صحبت بکنند. دوامش همین نیست. به من بگویید که به اهل سنت و جماعت کی امنیت داده شده بود؟ کی به اهل سنت امنیت داده شده بود که این امنیت ما تو میتیم دهنت به اومدگی را بگو، هر چیزی که در مذهبت است بگو، حق بگو، قرآن و سنت و مذهب سلف بگو. من به یک تاریخ بیام. بعد از سلف صالح، زمان سلف صالح هم احمد ابن حنبل، ابو حنیفه و این علما را میدونید. تا این زمان بعد از صحابه، بعد از تابعین، علما غریب شدن شروع کرد. کی به علمای اهل سنت امنیت کامل و پره داده شد که دین را بدون یگان ممانعت و ضدیت 100% رسانند، بدون فتنه و تحقیر، بدون ترمه و دشنام و قتل؟ مگر ابن تیمیه رحمه الله امنیتشان در زیر خطر نبود؟ 8 مراتب به درون ترمه انداختند، در درون ترمه وفات کردند. چرا ابن تیمیه به ما منت نکردند؟ چرا ابن تیمیه نگفتند که امنیتم خوب نیست بیا زندگی کن؟ حق گفتند. چرا ابن تیمیه مسئله را 50 به 50 گفتی روسا 50 نه 50 50 به 50 نکردند؟ به مانند امروزه علما که امنیت خراب است گفتن مسئله را 80% بیان میکنند، 20% بیان نمیکنند، تیز پرک ها به وجود میاد، خون تیزهای بی ادب به وجود میاد. از سبب چی به وجود میاد؟ از سبب کامل بیان نکردن مسئله تا آخر. والله حق ظاهر نمیشد. تو وقتی که الله در بالای عرش گفتی، تو باید بگویی که کسی که این انکار کنه کافر است. لیکن فقط گفتی که الله در بالای عرش است، لیکن من دیگه گپ نمیزنم، دوامش بگفتی، تو نامعقول کردی. تو دعوت منهج رسول الله نیست. در همه مسئله تا آخر باید صحبت کرد. سبب تمام علمایی که عذاب کشیدند، به سرشون فتنه اومد، به خاطر چی بود؟ شما یک بار فکر کنید. به خاطر پول، زن، فرزند نبود.
به خاطر اینکه مسئله تو آخرش بیان کرد. ابن تیمیه را یک بار به خاطر 3 طلاقه که گفتن که 3 طلاق 1 طلاق است برده ترمه کرد. ابن تیمیه میتونستن که بگن که مسئله اجتهادی فقهی است، من باب مصلحه و مفسده و امنیت امروزه امنیت به درست نیست، بیا همین 3 طلاق را 3 طلاق یا سکوت میکنیم. نگفتن حق. ابن تیمیه رحمه الله گفتن امروز دلیل های ذکر کردن، امروز یگان عالم طالب علم نیست مگر میگردد به ابن تیمیه و ابن القیم الجوزی، الله رحمتش کند، که خودش فدا کرد تو که دیگر اهل سنت زنده باشند. در حقیقت علمای سلف و علمای مجتهدین و علمای متقدمین و صادقین و متأخرین و صادقین خودشون را فدا کردند تا که من و تو حق فهمیم، تا که من و تو نگوییم که کنی نیست، کی گفت نیست که نگوییم. محمد ابن عبدالوهاب امنیتم خراب میگفت و میگشت، شرایط وزمین است و امنیتم خراب است میگفت و میگشت. ابن تیمیه 6 بار ترمه شدم دیگر ترمه نشوم، زن ندارم فرزند ندارم خیر یک زن گیرم میگفت. ابن القیم و ابن کثیر ترمه نشوم میگفت. ابن جریر تبری تنها نمانم میگفت. ابن بطه در حولی خواهرم تنها به جنازه گورانیده نشوم میگفت. امام بخاری تنها در خانه 4 سال بیکس نمورم میگفت. امروز حق به ما کی میرسوند؟ برای همین انکنون من سخن شیخ الاسلام رو فهمیدم. چندین سال پیش خوندم شیخ الاسلام میگه اگر من ساکت بمانم و تو ساکت بمانی از بیان حق، پس چی کسی میخواهد که این جاهلانی که خود را مسلمان و امت اسلام میگه اینها را راهنمایی به سوی حق بکن؟ من طالب علم 10 سال خونده و من لقب طالب علم و عالم گفته را عالم گرفته، بعد از این لقب گرفتن امنیت گفته مسئله را تا آخر نگفته روم، حق بیان نکنم، کی میگوید حق بیان؟ اکنون میفهمم که ابن تیمیه جیگراش خون شده این سخن را گفته است رحمه الله. بیچاره نه زن گرفت نه فرزند داشت، عمرش به اسلام صرف کرد، در درون ترمه 81 مراتب قرآن را ختم، در حالت ختم کردن و تفسیر کردن آیت این للمتقین مفازه، این آیت را خواندند و سرشون غلطید. ابن کثیر دیدن که شیخ رحمه الله وفات کرده است و این سخن را ابن کثیر رحمه الله در تاریخ البدایه و النهایه ذکر میکند که ما همراه شیخمان در ترمه بودیم، 81 مراتب تفسیر قرآن را می بردیم که شیخ در بالای این آیت وفات کرد میکرد. خودش بخشید، حق گفت، شیشت، حیاتش بخشید، اما در آخرت زنده هست و در این دنیا هم همه موحدین رحمه الله میگن بجز برای همین میگن که بجز منافقین، بجز کذابین، دیگر کسی ابن تیمیه رحمه الله را بد نمیبینه. امروزه خوارج‌هایی که برآمده است بین علما طعنه میزنند، اینا یک منافقی شوجه کذاب زندیق هستند. لا يعرف صاحب ذو فضل لا يعرف صاحب فضل الا ذو فضل. صاحب فضل را، صاحب علم بجز علم دار، صاحب فضیلت بجز فضیلت دار دیگر کس نمیفهمد. جاهل کی است که قدر عالم فهمد؟ جاهل کی است که قدر طالب علم فهمد؟ جاهل 1 ساعت وزن اذیت نکشیده، 1 ساعت یک کتاب اذیت نکرده، از کجا میفهمد که عالم طالب علم 10 سال و 15 سال و 20 سال شب و روز خود به بالای حفظ قرآن و سنت و فهم صرف کرده، حیات خود در این راه داده؟ از کجا میفهمد؟ این جاهل دعوا میکند که
مجاهدین خانه خود ترک کردند، زمین خود ترک کردند، سر و پای لوچ میدوند، گرسنند، کسی ندارند. این سخن شما را کی انکار کرد؟ مگر کسی انکار کرد؟ مگر کسی گفت که یگان نمود مجاهد به لانکلوزر معیشت کرده گشت است؟ همه حالت مسلمانان قریب همچین است. ولی علما انمین روز، علمای اهل سنت انمین روز از حالت شما پایلوچ ها، از حالت شما گرسنه ها، از حالت بسیاری شما وضعی است. مگر علما هم خانه‌شان نپرتفتند؟ مگر علما هم خیش و تبار و پدر و مادر نگذاشتند؟ اگر شما به خاطر سرزمین و جنگ و قرآن و سنت به دعوای خود را دفاع کرده باشید، علما به خاطر چی خود را بخشیدند؟ علما به خاطر چی خود را فنا کردند؟ علما مگر به خاطر پول مال دنیا این کار کردند؟ شما چرا بی ادبانه طعنه به علما میزنید؟ چرا قدر علمای اهل سنت نمیدانید؟ همین علما هم به خاطر قرآن و سنت، به خاطر فهم صحیح این دو مصدر شریعت که در اساس فهم سلف این امت است، خودشون فدا کرد. اگر همین علما نباشند، اگر همین علمای حق گو حق نگویند، کی این قرآن و سنت حکم کردن به طرفدار میکنه؟ کی شبهات کفار مشرکین این کار میکنه؟ ای افسوس، صد افسوس. پس سبب مشکلی همین است که با به افغانستان اگر بازگردیم، شاید بسیاری ها بی‌پروایی کردند، شاید بسیاری ها سبب امنیت گفتند، شاید از سبب بی‌علمی، من نمیدانم. حالتی که ما ملت فارس، مسلمان های ملت فارس، هم از ایران اهل سنت، هم از تاجیکستان، امید به مردم مسلمان افغانستان میکردیم که شاید روز انا همین مردها، انا همین صادقها، انا همین هایی که 40 سال جنگ کردن، شاید ما را هم آزاد کنند، ما را هم دفاع کنند. افسوس که حالت این حالت است. سبب چی است؟ ما باید سببهاش، مقاصد شریعت سببها را نظر میکند. ما باید آموزیم. سبب به علم مشغول نشدن است. یک قسم اگر به جنگ مشغول شوند، یک قسم به علم مشغول نمیشد. در افغانستان شاید همه به جنگ مشغول شدن، من نمیدونم. اما الله در قرآن دیگر میگوید. الله به پیامبر میگوید که فلولا نفر من کل فرقه، اگر از هر یک فرقه شما یک طایفه باشند که به جنگ نروند، علم آموزند و به مردم دین تعلیم میدهند. لیکن جوانهای تاجیک، بعضی از جوانهای تاجیک تاجیکستان، بعضی جوانهای تاجیک افغانستان به من می نویسند که تو چرا شهید شدن نمیخواهید؟ تو چرا آمده شهادت دوست نداری؟ تو چرا مرگ در راه الله انکار میکنی؟ یعنی ما به دعوت مشغول شدنمون معناش این بود است که ما مرگ، یعنی وفات، شهادت در راه الله انکار کرده ایستاده باشیم. این چی جهالت است؟ همین است به علما رفتار کردن. تو ایمان به قرآن داری؟ قرآن چی میگوید؟ افسوس، صد افسوس. تیز پرک ها خطرشون بزرگ است. پس ما منهج داریم. منهج همین است که عالم و علما و طالب علم وظیفهشون تعلیم دادن است، وظیفهشون رساندن است. علم، توحید در حالت منتشر شدن شرک پیشتر از جهاد میست. این سخن میگم با غلا و غله کنید، با کشاکشی کنید، با 100 بار دیگر
ابو محمد تکفیر کنید. لیکن من به شما 100 سخنی سلفه میورم، اما افسوس که این 4 جوان تیزپرک از کجا سخنی سلفه قبول دارد؟ این تیزپرک غیر از عقل تیزپرک خود دیگر هیچ کس قبول ندارد، همون عقل خودش قبول دارد. سلف صالح میگویند که دفاع کردن اسلام، دفاع کردن توحید، آموزاندن توحید، بخصوص در وقت منتشر شدن جهمیت میگه بهتر از جهاد است. حتی قسمی از علمای اهل نجد در مسئله فرض عین هم گفتند علما را نگاه می داشتند، به جنگ نمی بردند. علما را به جنگ نمی بردند، علما را به جای مسجد مخصوص نگاه می داشتند، شاگردها را تعلیم می دادند، شاگردها را جمع می کردند، عالم احترام می کردند، می گفتند که تو توحید تعلیم ده. آینده هر یک حکومت اسلامی در اساس علم توحید است. هر وقتی که یک حکومت خودش اسلامی میگوید و توحید همچون یک شعار می شود در این حکومت و در این لشکر غیر از جاهل کسی نمیماند، این حکومت نابود می شود. چرا خلافت مسلمان ها نابود شد؟ چرا؟ یک بار خوب دقت بدید. بله ما مینالیم که بخارا یک حکومت داشت ولی روس ها گرفتند. بله حکومت داشت، روس ها گرفتند، لیکن بین نظر بکن که علمای همون وقت، علمای اهل سنت چی گفتند؟ علمای اهل سنت گفتند که روس ها به سبب این امارت بخارا را نگرفتند. سبب این بود که مسلمان ها خودشون رسوا شدند، به توحید و به عقیده شدند. الله خورشون کرد. این سخن کی گفت؟ ابو مسلم معصوم خوجندی گفت. ابو مسلم معصوم خوجندی در همون وقت مردم به توحید دعوت کرد، به خطر روس و کفار تنبیه داد، اما او را گفتند که اینو دستگیر کنید. در مرکز شهر خواستند که او را به اعدام کشند. بیچاره فرار کرد. در همون وقت 100 سال پیش فرار کرد به افغانستان و بعد از این رفت به مکه مکرمه و در اونجا زندگی کرد و کتاب‌های زیاد نوشته است به زبان عربی. الله عزش کند. همون در کتابش میگه که سبب نابود شدن حکومت آسیای مرکزی مسلمان هایی که اینجا بود، ماوراءالنهر میگن، بعضی امارت بخارا، قوقند و غیره، خودی مسلمان ها بود. مسلمان ها بی عقیده، هیچ چیزی نیست. بعد از این دولت عثمانی یا خلیفه عثمانی رو نظر بگیر، آمد به صوفی و به غلات که تبدیل شد، عربت نابود شد. همچنین است به جهل هر یک جا نابود میشه. اساس علم، اساس علما. عمر بن عبدالعزیز رو بینید، حتی خلیفه پنجم و بعد از اونم خلیفه ششم میگه. چقدر علم پیش بود به سبب یک حاکم مصلح، چقدر کتاب‌های حدیثی نوشته شد. ای کاش به این امت مسلمان رنج دیده و مظلوم یک حاکم عادل، یک مسلمان واقعی را نصیب میکرد که به حکم الله و رسول با فهم سلف این امت به بالای مسلمان ها حکم میکرد، به بالای دروازه های شهر می نویست که منهجمون قرآن و سنت با فهم سلف این امت. علما را عزتمند، شرفمند، سربلند، آزاد در اساس قرآن و سنت فهم سلف این امت مدرسه ها را می گذاشت. اما افسوس، لیکن این حالت با خواهیم نخواهیم، کفار خواهند نخواهند، روز از روزها شده نیست. رسول الله خبر دادند ما شاید بینیم یا نبینیم، لیکن روزی هست که مهدی می آید.
روزی هست که عیسی نازل می شود، روزی هست که موحدین دست جمع به قرآن و سنت با منهج نبوی با فهم سلفین امت می شود. این روز شدنی است با رغم نخواستن دشمنان اسلام. لیکن والله اعلم کی هست است. اما در مسئله یک چیز دیگر میخوام صحبت بکنم. مسئله خیلی نازک است. حاضر 232 نفر انسان است. من میخوام در یک مسئله نازک صحبت کنم. یک خط به من آمد، یک رساله. یکی از برادران افغانستان از افغان شاید ارسال کردن به برادرها، به واسطه برادرها آمد. در اونجا گفته است که ابو محمد مدنی همیشه میگوید که من یک طالب علم اهل سنت هستم، قرآن و سنت فهم سلفی امت، از جماعت نیستم، یگون جماعت نیستم. بله این درست است، منم نمیگم. در دوامش گفت است که پس ابو محمد مدنی بیعت به یگان جماعت ندارد یا به جماعت اونها ندارد. اگر ابو محمد مدنی وفات کند مرگش مرگ جاهلیت است گفته است. و دلیل آورد از حدیث روایت مسلم را که من مات وليس في عنقه بیع مات میتة جاهلیه. هر کسی که بمیرد و در گردنش بیعت نباشد، یعنی انسان مسلمان مرد لیکن به هیچ کس بیعت نکرد، این انسان جاهل میمرد، در جهالت در جاهلیت میمرد. حدیث رسول الله است، روایت صحیح مسلم است. ایمان میاریم، قبول کردیم، سمعنا و اطعنا. در بالای این حدیث سه فهم وجود دارد. فهم جماعت هایی که این حدیث را گرفتند و گفتند که هر کسی که به ما بیعت نکند جاهلیت است. هم داعش، هم طالب، هم القاعده، همه جماعت ها انا همین سخن میگویند که کسی که به ما بیعت نکند مراد جاهلیت میمرد گفته. و بسری من هم از نام همون ده همین جوانهای تیزپرک مرگی من و به مانند من دیگر طالب علم هایی که در جماعت اینها نیستند، انا همچنین حکم میکنند که اینها جاهل میمرد، جاهلیت یعنی در جاهلیت میمرد. جاهل نه، جاهلیت. فرق وجود دارد بین جاهل و جاهلیت. خوب دقت بدید. انا کنون از همین جهت دیگه غیر خود را همیشه میگن که یا به ما شو یا تو در جاهلیت هستی، یعنی تو یک گمراه وفات میکنی. همه سخنی سبک گمراه وفات میکنی. جاهلیت یعنی در کفر و شرک گفتن سخن. بعضی ها از جهل همچنین هم میفهم. انا کنون فهمی اول، فهمی امروزه جماعت های جهادی، همه جماعت های جهادی همچنین است. فهمی دوم جماعت تبلیغ صوفی ها هم همین حدیث به فهم دارد. صوفی ها جماعت های تبلیغ من فهمم، بیچاره ها پیچیر کرده پست گوش همدیگرش به گپ میزند که تو به همین شیخی جماعت تبلیغی مو باید بیعت کنی. میگه که چرا؟ اگر بیعت نکنی جاهل میمری، در جاهلیت میمری، کفر میمری. حدیثی روایتی ما مسلم میورد جماعت تبلیغ از همین چیز جاهل است، لیکن همین چیز به حدیث میورد است. برای همین تبلیغ ها رو بنه تبلیغی اگر هم تو درآمدی، تو بی بیعت جماعت تبلیغ به درآمد نمیتونی. تو حتما اول بیعت میکنی بعد تبلیغی میشی. کسانی که از جماعت تبلیغ با خبر. این جماعت دومی که اینها هم نفهمیدن معنای حدیث، یعنی به این طریق نه معنای حدیث. حضور اهل سنت هم به شما میگم. سومین فهم که فهم حق است، فهم اول است، فهم رسول الله و فهم صحابگان است. این فهمی سلف صالح و اهل سنت و ما طالب علم فهممون همین است که غیر از این حدیث دیگر حدیث است، در سنن روایت شده است.
حذیفه بن الیمانی از حذیفه بن الیمانی روایت است. حاضر لفظ حدیث از حفظم گویم شاید کمی بعض کلمه ها دیگر شود، البته به معنا گفتن حدیث او کما قال النبی صلی الله علیه و گفتن درست است. شما نظر بکنید همین حدیث حذیفه الیمانی میگن که یا رسول كان الناس يسالون النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير. همین حدیث یک بار زیر زنید شاید پیشتون و گوش کنید. حذیفه میگن که همه مردم از رسول الله فقط از سخنهای خیر، چیزهای نیک میپرسیدند. و کنت اساله عن الشر، و من باشم از بدیهای آینده، از فتنه های آینده پیامبر را پرسیدم. و به پیامبر گفتم که هل بعد هذا الخير شر؟ ای رسول الله، آیا بعد از انا همین خیر، یعنی بعد از اینکه شما همین پهلوی ما بایید، دست جمعیم، ما به شما بیعت کردیم، حکومت اسلامی داریم، یعنی در خیر هستیم، بعد از این خیری و نیکی آیا شر، بدی، یعنی فتنه و اگر به معنای فتنه را بدی بگیریم، تفریقه و این آن وجود دارد یا ندارد؟ پیامبر گفتن که نه یا بله. بله وجود دارد. یعنی پیامبر گفتن که بله، بعد از من که خیر هستم فتنه و بدی یعنی شر وجود دارد بعد از من. حذیفه گفتن که هل بعد هذا شر خیر؟ ای رسول الله، بعد از این که بدی می آید گشته با نیکی می آید یا نمی آید؟ پیامبر گفتن که بله، بعد از بدی با نیکی می آید، اما بعد از نیکی با بدی می آید. حذیفه گفتن که اگر روزی شود که بدی باشد، روزی بدی، روزی فتنه، روزی تفریقه، روزی نافهمی، روزی پراکندگی، تفریقه، که والله یعنی روزی ما از همه روزی مناسب ترین به فتنه و تفریقه نمی روز است. این خیر روز یگان روز امت ندیده بود، باور بکنید. حذیفه گفتند که اگر یک روز شود که روزی شر باشد، بدی یعنی تفریقه و این و آن باشد، من چیکار کنم؟ به من چی نصیحت میکنی؟ پیامبر گفتند که حذیفه فلزم جماعت المسلمین و امامه. ای حذیفه، ملزم باش، پایبند باش به جماعت مسلمان ها و امام آنها، یعنی به امیر و امام و حاکم مسلمان که به حکم قرآن و سنت است، اهل سنت و موحدین، به جماعت منها پایبند سخت باش، از منها جدا نشو، بیعت داشته باش. انکنون حذیفه سوال کردن که فإن لم تكن لهم جماعة ولا امام، یک روز شود که مسلمان ها یک جماعت معینه، یک حکومت معینه، یک سرزمین معینه، یک امام نداشته باشند، جماعت و امام نداشته باشند، چیکار کنند؟ پیامبر در حدیث روایت امام مسلم آمده گفتند که بی بیعت موری در جاهلیت میموری. در اینجا حذیفه سوال کردند که یک روز شود که مسلمان ها به امام نیست که رفته بیعت کنی، شاید مسلمان های عامه امام باشد هم اینقدر مشهور نیست، یعنی ظاهر نیست، اینقدر خفی است که مسلمان های عامه بیخبر است، بیخبر از همین جهت نیست، به نظر اونها نیست. چیکار کند در اینجا حالت؟ مرده برود در حالت جاهلیت میمورد، چیکار کند؟ به یگان کس پیوندد. پیامبر صلی الله علیه و آله گفتند که فاعتزل تلك الفرق كلها، همه این فرقه های اعتزال کن، همه فرقه هایی که یعنی فرقه ها زیاد شود، همه دعوای امامت کند، اینش میبرد امیر المؤمنین
طالب ها خودش امیر المؤمنین میگن. از یک جماعت جهادی دیگر میبرد ویم امیر المؤمنین، یک جماعت دیگر میبرد ویم امیر المؤمنین. این جماعت بروی دیگر جماعت زدن در کار، دیگر جماعت بروی وی جماعت زدن در کار. تولیک به همراه شوی صوفی است، تمام دیگر مسلمان ها میزنی. اینش به همراه شوی ویش میزنی. این جماعت ها به بعضش به تو یگون کسی دیگر نزنی نمیداره. میسو اگر یک روز شود که همچنین حالت ها شود، یک مرد مسلمان عادی از سبب فتنه ها، از سبب اینکه مسائل نازک است نفهمد، یک حکومت انیق نه، یک حکومت بزرگ مسلمانی نه، یک حاکمی انیقی دقیقی که سرزمین داشته باشد و مسلمان ها را دفاع میکردگی جان نه، پراکنده بسیار جماعت ها باشد. در این حالت پیامبر گفتند که اگر نفهمی فتنه یونی آن باشد فاعتزل تلك الفرق کلها، همه این فرقه ها را اعتزال کن، ترک کن. بالا یک کوه برو یا یک شیدبه، در کنی در بیخ یک درخت بنشین، در روایت یک چاروا بگیر، چارپا بگیر، یعنی بز و گوسفند بگیر و زندگیت از عقب بز و گوسفند بگذران، به کسی کار ندار، فقط یعنی معنای سخنشون همین که دین خودت دار، خودت گمراه نکن. پیامبر نگفتند، ببینید پیامبر نگفتند که نه ای حذیفه تو باید بیعت کنی، بی بیعت ناممکن است، بیعت نکرده موری جاهلیت میموری. همه وقت تا روز قیامت یک کس به تو باید بیعت کرده باشی نگفت. فهمیدید؟ برای همین یک وقتهای شد که سالهای یعنی 45 50 60 70 در این وقتها اینترنت نبود، 1950 60 70 میگم، در این وقتها مثلا اینترنت نبود، به هم دیگر خبر نمی رسید. منطقه های در تاجیکستان بود، منطقه های در افغانستان بود، منطقه های در اینجا و آنجا، بسیاری ها نمیدانستند که چی حادثه ها شده است. این مردم بسیاریش مسلمان ها بی بیعت و بی هیچ چیز وفات کردند. آیا اینها در جاهلیت؟ نه، در جاهلیت. و یک مسلمان در حالت فتنه، در حالت زیاد بودن جماعت های جهادی، دعوا کننده های امیری، در این حالت ها یک آدم مسلمان عادی، من نگو، یک آدم مسلمان عادی وقتی که بین این جماعت ها را نظر میکند فهمیده نمیتواند، عقیده ندارد، عقیده دارد لیکن تو این درجه مسائل فهمیده نمیتواند، بعد از این به یگان نفر این جماعت ها بیعت نمیکرد، او جاهلیت مرد، در جاهلیت مرد. نه نه، این خیلی نیست. این دو حدیث باید جمع بکنید. طریقه اهل سنت این است که در یک موضوع همه حدیث جمع میکنند. حدیث رسول الله این است که وقتی که مسلمان ها جماعت دارد، وقتی که مسلمان ها حکومت دارد، وقتی که مسلمان ها قدرت و امام و قوت دارد، وقتی که یک سرزمین دارد که به حکم قرآن و سنت حکم می شود، تو از این جماعت جدا نشو، همراه همین جماعتی که قرآن و سنت با فهم سلف امت است و به تطبیق قرآن و سنت است، مرد است زن است، اینجا بیعت نکنی و موری جاهلیت نمیری. انا این معنی از این حدیث حتی حزبی ها خو اخوانی یا غیر اخوانی استفاده بردن. حدیثی که حتی حزبی ها بیعت نامه دارد، به خودش عهد نامه دارد، گفتند که اگر بیعت نکنی تو جاهل میموری. گفته حزبی ها استفاده برد، تبلیغی ها استفاده برد و هر جماعت این سخن میگوید. برای همین من میگویم به این جماعت میگم که نه، این حدیث به هر طرفی نازکیش فهمید، به هر طرفی نازکیش فهمید. بارک الله فیکم. با همین سخن ما به پایان میرسونم. بعضی ها با یک نقطه دیگر همین است که میگن که ابو محمد در گروهش بسیار گپ میزند و دیگرها با وقت نمیتید. سری شما در جایش است، مریض که نیستید، بله تیز پرک هستید، چی هستید شما؟ این گروه من است، این مدرسه مثلا من اومده صحبت کردم، من میخوام که صحبت کنم، فکر و اندیشه عقیده فهم خودم به شما گویم، معقول است گوش میکنید، معقول نباشه رفت. من اینجا ناومدم که هر یک کس برداشته قطعی او بحث و مناظره کردن بگیرم، این خیلی گپ نیست. من 2 روز اول یا 2 3 روز اول کم کم اجازه دادم که
شما برادران از افغانستان صحبت کنید، برای آنکه من گمان من در حق شما خیلی هم خیر بود. من فکر کردم که شما به من همچون یک برادرتون معامله میکنید، همچون یک انسان معامله میکنید. لیکن این تیزپرک‌های امریکایی و ترکی و آلمانی اولین جملهشون تحقیر که شروع میشود و بعد از این ما برای بیاداب میگن این خیلی متهم قومگرا تیزپرک ندید. ابو عبیدالله رحمه الله بکربه تیزپرک نگفته است. من این جمله را شیخ قبول کردم. این به همه موحدین ربط ندارد. این به همون برادران ما ربط دارد که بله موحد هستند. این برادرای ما، این برادرای ما برادرای انشالله شاید صادق هم باشند، برادرای با عقل هستند، برادرای خوب هم هستند، اما این برادرها بی ادب هستند. این برادرها تیز پرک هستند. خیلی که شیخ ابو عبدالله میگه، یعنی تیز میپرند. سرشوی جمله اولین به تحقیر شروع میکنن. اولین جمله را به تو صحبت میکنن گویا که تو یک احمق، یک جاهل هستی و او یک علامه است، گویا که تو کور و نابینا هستی. ما به او دلیل قرآن و سنت میگیم، او به فکر خودش به ما جواب میده. ای کاش میدان ارز در همون ارزتون یک روز فتح میکردید، در همون فیسبوکتون فتوحات میکردید یک روز. غیر از 10 نفر شما تیزپرک ها چی خدمتی به اسلام کردید؟ انتظار بودند، قسمی از اینها انتظار بودند که کی ما کفر میکنیم و اینها استفاده میبرند از این چیز. الله المستعان. من چی بگم بعد از این؟ خیر است. من امیدوارم که بسیار مسائل گفته شد، منهج ها گفته شد، از این زیاد صحبت لازم نیست. این صحبت های عمومی ما از درس های ما دیده با مهمتر است، مفیدتر است. باور کنید این صحبت های عمومی که میکنیم از درس ها مهمتر و مفیدتر است. بسیار چیزهای ضروری در اینجا به نظر خود من گفته میشه. یعنی به نظر من چیزهای ضروریه که لازم چند سال است که در دل ما هست آیسته به شما بیان میکنم. و این تیزپرک ها هم ان شاء الله ادب یاد میگیرن، آداب یاد میگیرن. ما باید برادر عزیزم بی اهمیتی نکنیم در بالای بی ادب ها. علما در بالای تیزپرک ها بی پرواگی نکنید، طرفداری تیزپرک ها نشوید، از تیزپرک ها نترسید، از هیاهوی اینها و از تیک تاک اینها ترسیده کم کم حق روپوش نکنید. طرفدار تیزپرک کرده حق باطل کم این خیلی آن خیلی نکنید. این تیزپرک امروز ضد تو است، نمیدونم، یا امروز همراه تو است، فردا ضد تو است، پس فردا میبینی که هم ضد همون جماعت خودش است. یک روز میبینی که به هیچ کس پروا ندارد، امنیت هم خراب است گفته ریشه را تراشیده گشت است. یک روز میبینی که خودش از حالت ما بدتر گشت است. برای همین این تیزپرک ها زود تغییر مییابند. معنای سخن شیخ شاید همین باشد. بله، تیزپرک یعنی از اینجا از اینجا اونجا زود میپرند. یک روز همراه تو، 2 روز اینجا، 3 روز اینجا، 4 روز اینجا، پرواز پر و پر. برای همین ما به این برادرهای تیزپرکمون باید آداب، اخلاق، مدنیت، فرهنگم تعلیم بدیم. دعوت علما فقط عقیده گفته برفتن نه. دعوت یک بار مدنیت هم باید آموزونیم. ما مدنیت مسلمانی داریم، فرهنگ، یک طرز گپزنی داریم، یک آداب و اخلاق هم کم کم داریم. الله المستعان. خیر است. الله همه شما را عزیز کند برادر عزیزم. اگر کسی صحبت کردنی باشد اجازه میتیم، وگرنه محکم میکنیم میریم ان شاء الله. به عبادتاتون مشغول شوید برادر عزیزم.